دوستانی عزیز، امروز فستیوال بهار یعنی جمع آمدی تاجیکان مقیم امریکا انیخترش نیویورک، منطقه های بروکلین، کوینز، لونگ آیلند، استیت آیلند، نیوجرسی در یک پارک بسیار زیبا برگزار می شود و این چورابینی از جانب تاجیک امریکن اسوسییشن تشکیل شده است. در درآمدگاه این پارک بینید اویله های تاجیک آمده ایستادند. در درآمدگاه پارک از پفک ها چنین آرایشات ساختند و در مهمانانی می آمده را در درآمدگاه پیشواز می گیرند و چنین دستپانه سبز می مانند در دستشون. و همچنین در این جمع آمد کارخانه که شرکتی هنرهای دستی ایکادروم هم اشتراک دارد با پیشنهاد هنرهای دستی. و گلشاد اپا السلام علیکم. السلام علیکم. سای بیبی برات و هنرمندی مردمی تاجیکستان هنرهای دستی را در نیویورک ترغیب میکنند. همه محصول دستی زنان تاجیک دختراشان در اینجا به نمایش گذاشتند. این کارهای دستی مهرانگیز از تاجیکستان بینید با مهره بروشکه های و گوشوارها تهیه کرده است و این محصول کار فراغت کلید مونک ها و سمکه ها، گلدوزی ها یا بالش تشک ها محصول دستی میگینه حرمت. و این همه زیبایی ها را در شهر نیویورک مادر عزیز معرفی کرده استودند. خوش آمدید به نیویورک. و خوب مادر عزیز در این نمایش چی چیزا را پیشنهاد کردید؟ در این نمایش خیلی آمدیم، بسیار خرسند شدیم. همه تاجیکا بودند در همینجا. من نمایش ها و من محصولات های شرف، کارتینکا، چیز کشلیو، من این چیزهایی که در پیش کرته میکنن در جنپیرها میکنن همه همین من بولیشت ها همه همین محصولات دستی خانواده خودم، ای نبیره هم، ای دختر هم، ای محصولات دستی خودم و دخترها شاگردای من هستند. همه وای ها من همین چی نمایشی که میبینی محصولات دستی خودم ها. بسیار من خرسند شده. من تاجیکا همش اومدن در همین ویستافکا اشتراک کردن. بسیار خوب گذشت. کار دستی کار آسان نیست، وقتی بسیار میگیرد. چی در کار همین کار کردم؟ برای بسیار خوب است، برای که من خودم از یوشی از کودکی فقط هنرمندی میکردم. من زندگیم بسیار خوب بود، بسیار خوب گذشت. چند قدر گراماتوها ای مسکو آمدگی بود، چند قدر من افتخارنامه ها با من حاضرم از شنبه، چند قدر چیز رحمت نامه ها گرفتم. همین هنرمندی برای یک زن تاجیک یکان خیلی فایده میبیارد. بسیار فایده کلان. من دیگرها رو نمیدونم، من به فایده کلان آورد. من همین پول هنرمندی 2 بار ماشین خریدم. همه چی کاری که میخواستم به همین پول هنرمندی همه کارهای اجرا کردم. من دخترای خانوندم ای پول هنرمندی. انا بسیار کاری خوب است هنرمندی. وقتی که یک زن هنرمند است فرهنگی مردم خودش به جهانیان معرفی میکند
چی احساس میبخشد؟ من خودم بسیار افتخار میکنم. من در امریکا من حاضر باید نمایش نامه ها من اشتراک کرده. من در اوهایو رفتگی بودم، اونجا به نوروز به در اونجا اشتراک کردم. من حاضر بود من در امریکا در نیویورک با اشتراک کردم. بسیار خوب، بسیار خرسند شدم وقتی که با محصولات دست خودت در نمایشنامه ها اشتراک میکنی، بسیار خرسند میشی. در پس منظری همه همین زیبایی ها اویله های تاجیک سرجم می شوند. السلام علیکم، پرویزکام همینجا هستند. السلام. این کس ما رو از بروکلین آوردن، برادری ما. السلام. در اینجا برای بچه ها حالا پختقند تیار میکنند. در زمان شوروی وقتی خرد بودیم همیشه یک ماشین پختقند به محله ها می آمد، یا اینکه در نزد مکتبمون یک اویله بود که پختقند می فروخت و ما همه خرسند شده رفته پختقند می خریدیم. پختقند یادی کودکی را به خود می آورد. یادی کودکی، کوچه های محله های شوروی. شما وقتی خرد بودید پختقند می خریدید؟ یادی کودکی را می بیارده؟ پختقند اون جگوری هایی که مثل توپ بودن. شکر داشتن. ای نام این چی است میدونید؟ با تاجیکی نامش میدونید؟ پختقند نام دارد. کنی گوید پختقند. تو میدونی این چی است؟ پختقند نفهمیدید؟ در اینجا من اویله ها نشستن. این برادری ما دلشاد با اویلهش با بچه هایش. دلشاد طبعتون چه خیل است؟ از بس که در اینجا بسیارتر زنها هستند و شاید نمیخواهند که ما اونا را ثبت کنیم و از دور همیشه یک کادرهای عمومی میگیریم. من اینجا برادرها شахمت بازی دارم. انا کرپچه های تاجیکی. کرپچه های تاجیکی حتی در امریکا هم کرپچه های تاجیکی است. میگه حتی در امریکا هم کرپچه های تاجیکی است. بسیار ناز. انا این گوشه فتح تندوری. فتح تندوری، چایخانه فتح تندوری که در بروکلین با غذاهای بسیار خوش صفت، با غذاهای با مزه بسیار معروف است. یعنی این کلچه های شیرمال، سمبوسه ها و باز خورش و سیخ کباب و این بوی چه خیلی جمع اومد به کباب می شود. آشی تاجیکی و اکای عزیزی ما اکای سلیم. بهار و نوروز مبارک باشد. جمع اومد تاجیکا همه وقت دایر شود و تاجیکا متحد باشند. با فکر شما همین گونه جمع آمدی تاجیکا تا کجا مهم است و برای اتحادی تاجیکان امریکا میتواند سهم گذارد؟ من مطمئنم که این گونه
جمعیت ها چه در دایره انجمن های علاهیده چه در مجموع کلی تاجیکانی که در امریکا زندگی میکنند برای همدلی و همبستگی و هم بودن و نزدیک بودن و متحد بودن هموطنانمون همملتانمون تاجیکان خیلی رولی مهم می‌بازد. من خودتون می‌بینید امروز چقدر اویله‌های تاجیکانی که در نیویورک و شتات‌های نزدیک زندگی می‌کردن جمع آمدن با هم از نزدیک شناس میشن برای تشویق در آینده و محیط زیستی امریکایی عادت کردن و نزدیک شدن به همدیگر کمک میرسونن، مصلحت میرسونن، شناس میشن، اویله های نو برپا میکنن، جمعیت ما خشت بار میشوند. بله، همه این برای همه این همین گونه جمعیت ها، همین گونه معرکه هایی که در مجموع مردم میتواند به هم نزدیک کند و جمعیت ما را با تمام عرف و عادت و عنعنه‌هایمان با هم نزدیک نگاه دارد و عموما نام ملت ما رو در اینجا زنده دارد و برای آیندگان این بوی کباب رو بینید. وان معرکه به کباب زیب ندارد و کباب های فتح تندوری در بروکلین خیلی معروف است. کباب ساده دارد، چیز کده مشتری هاش دعوت دارد. انا این آش تویانه بویش همه باغ رو فرا گرفته است. یا مقصد اساسی ما بهار و مثلا از سحر تا بگاه پلان کردن ما همین بود که گفتیم که تاجیکا مثلا من شما رو میشناسم هم صحبت میشم در چاره‌بینی نباشد من شما رو میبینم لیکن چند آدمایی هستن که چاره‌بینی نباشد نیستم. مثلا من شما میگم دو برادر داریم از MIT университети якум дараҷаи дар олам ду кас дар онҷа нозир ҳастанд. ман ба ёвай гуфтам ки қатишон шаб дар хонаи ма истодан ҳамсоҳба шудам, гуфтам ки илтимос пага активни мо бояд кор кунем қатъи тоҷико фаҳмонем ки масалан университет чӣ аст. масалан чунки тоҷико мегӯянд ки ба он донишгоҳи баланднуфуз داخل شدن وزین است ما میتونیم نمیتونیم میتونیم برای چی میتونیم چی خیلی میتونیم همینم هم صحبت میشیم یا اینکه مثلا گفتیم دیگر هر نمودی بیزنس و داریم در اینجا بیزنسمن‌ها وجود داریم قطعشون هم صحبت شدم که ما چیکارا کردن میتونیم چیکارا باید کنیم. خلاصه مقصد شناسایی با یکدیگر روی دیدار یکدیگر دیدن چه خیلی میگن شاعر میگن دوست آید گرم در آغوش که رسم خوبی تاجیکان رو گم نکنیم. خیلی که در غربت هم باشیم ما تاجیکیم آشی پلاو میخوریم با دیگر آشتی میشیم خوشبختانه و هموطن خودمون سراغ میکنیم. البته برای همین یاد میکنیم وطن یاد میکنیم. از هر کنج کنار وطن اینجا ناظر هستن آدمای یک چند سال پیش آمدگی هستن نو آمدگی هستن با مثلا نو آمدگی و بعضیشون مثلا چه که دنگش میدن هومسیک یادی وطن میکنن میگن که اینجا آب و هواش دیگر همه چیز دیگر ما هم میفهمونیم چیکار کرده میتونیم. مقصد ما همین که یک جای شویم از یک جای چی باشیم سربلند باشیم. با من بسیار پسند است که اصول برگزاری چاره‌بینی های شما خصوصیت اجتماعی دارند. یعنی در برگزاری چاره‌بینی ها شما تمرکز بر گرفتن درآمد ندارید و بلکه پیشنهادهایی میکنید که به همه دسترس باشد. مثلا افطار رو شما رایگان تشکیل کردید برای آدم‌ها و مثلا اشتراک در چنین چاره‌بینی که حالا سرجم شدند اینم به طور گمکی سیمبولیکی دونیشن یعنی $5 و $15 این یک چیزی بسیار برای جامعه امریکا این پولی کلان نیست، پولی بسیار خرد است و مهم آن که بر عوض آن شما برای بچه ها شرایط بازی و دلخوشی و برای اشتراکچی موسیقی و یعنی کامفورتی از آن زیادتر رو فراهم کردید. خب به فکر شما تا کجا حالا باید
همین گونه چاره‌بینی های اجتماعی داشته در بین تاجیک‌ها بسیارتر باشد خوبتر می شود. مثلا امروز مثلا خوب گفتید اساس مثلا چاره‌بینی گفتیم که سرودخوان داریم، سرودخوان نامدار مثلا رو نظر هست. مثلا بغیر از ما مثلا اینجا خیلی که میگن مینی زوپارک تشکیل میکنیم. مثلا اسبی مایده پونی مثلا میباید یا اینکه مثلا مسخره‌باز میباید برای کودکان مثلا پختخان تشکیل کردیم بغیر از برای کودکان، چون که مقصد اساسی ما یعنی تاجیک‌ها رو یک جا آوردن نه تنها برای کلانسالان برای خردسالان هم تشکیل کنیم. آینده مثلا آینده پلان ما چی است؟ یک جای خیلی که میگیم خانه مدنیت تاجیک‌ها تشکیل کنیم و مثلا روزهای شنبه یک شنبه میتونیم در اونجا مثلا چون کودکایی که در آمریکا تولد شدن پدر مادرشون اصلا در کار میشن، ما از دیگر ملت ها هم اینو میدونیم، از ملت‌هایی که پیش از ما آمادگی هستن بسیارشون میگن که کودکای ما از مدنیت خود بی‌خبرند. بله. زبان خود رو خوب نمیفهمند، از فرهنگ دور میشوند. این چیزا مثلا بهت مهم است. حتی در انگلیسی یک عباره است کیچن لنگویج میگن، یعنی کودک فقط تنها در وقتی خوردن یعنی که در آشخانه چیزی لازم است قطعی پدر مادر هم صحبت میشه، من خوراک میخورم، من سر هستم، من این من تمام. از ما چقدر که فخر میکنیم ادبیات داریم، چقدر مثلا مدنیتی تمدن تاجیکان پیشرفته است، یکی از قدیمترین مدنیت در ما هست میگیم. لیکن کودکان ما صد افسوس که در اینجا تولد شدن اکثریتشون یا اینکه اومدن با اینجا بهت خورد بودن از این چیزها خبر ندارن. میخوایم که از این چیزها خبردار شوند. آینده مقصد ما یک خانه مدنیت تشکیل کردن، قطعی سفارت جمهوری تاجیکستان در آمریکا همکاری کنیم و مثلا این گونه چاره‌بینی رو زیادتر کنیم. Catch? No, you can't? All right, here we go. Catch. 1, 2, 3. Catch. I try it again. Nike. Here we go. All right, here we go. Here we go. Can you do it? You think you can do it? All right, here we go. Nike. Here we go. 1, 2, 3, go. Ah, he did it. Give him a round of applause. Very good. Who's that? Go like this. When I count to three, I want everybody to say open sesame. When I count to three, open sesame. 1, 2, 3. Now you open his hand. Open your hand. Do it again. All right, with the music, please. Here we go. 1, 2, and who's gonna catch it? 1, 2, and 3. Here we go. Go! What? Where is it? Hold on, wait a second. Hey, what did you do with the ball? Can you tell me? You what? Are you serious? In his hat? That guy's hat? Come over here. Are you him? This guy? Come over here. This guy? Give him a round of applause. Come over here. Give him a round of applause. This guy here? In his hat? I have to see this. Take off your hat. Where is... Oh! Are you serious? شده بیگار درده همیدینا از نازیلا نزار شده بیدار درده همیدینا
یادم چه بی‌نگاه